بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. در مورد حضرت ابراهیم خلیل، ابراهیم بتشکن، ابراهیم طاغوت ستیز گفتیم. زندگی ابراهیم و ساره زندگی بسیار پرشار از ایمانی است که من از خدای منان میخوام که زندگی همه شما عزیزان و مهتران چون زندگی ابراهیم و ساره مؤمن سرشار از ایمان باشه و خداوند به همتون فرزندانی نیکو و صالح و پرهیزگار چون فرزندان ابراهیم، اسماعیل و اسحاق به شما ارزانی داره. زندگی حضرت ابراهیم یک تصویر دیگه هم ما داریم، تصویر زندگی خانوادگی. در این زندگی ساره هست. ساره همسر مؤمن و تقی و پارسای حضرت ابراهیم، همسری که شوهرش رو دوست داره، همسر زیبارویی که همه زندگیش، جوانیش رو فدای ابراهیم و دعوت توحید کرده بود. این ساره بزرگ اما یه مشکل داشت. ساره نازا بود و عقیم و بچه دار نمی شد و خیلی هم احساس می کرد که این بچه دار نشدنش، خب شوهرش بچه می خواست، دعا می کرد، از خداش بچه می خواست، اما سارا بچه دار نمی شد. اینجا بود که ساره یک فکری به ذهنش رسید. ساره یک خادمه ای داشت به نام هاجر. به شوهرش گفت که حالا که من بچه دار نمیشم، بیا شما با همین خادم من که هاجر باشه ازدواج کن، شاید خداوند به شما بچه‌ای بده و اون بچه نور چشم شما و نور چشم هاجر باشه و همچنین نور چشم من سارا. و ابراهیم حرف همسرش رو گرفت و با هاجر ازدواج کرد. پس از مدتی هاجر برای ابراهیم پسری آورد که اون پسر اسماعیل نام گذاشته شد. الان هاجری که در این خونه خادم بود شد مادر، شد عزیز برای همسر، شد تو این خونه الان با ساره بزرگ با اون داره شونه به شونه میشه و یک هوو شد واسه ساره. اینجا بود که غیرت زنانگی و هر حال طبیعت انسان در ساره اون رو آرام نمیگذاشت. احساس میکرد که این ابراهیمی که تنها مال خودش بود، این ابراهیمی که سالهای عمر رو با هم مثل دو دوست با هم سپری کردن، الان کسی دیگه اومده تو قلب ابراهیم با اون رقابت میکنه. و فرمان خداوند متعال به ابراهیم این بود که هاجر رو با پسرش اسماعیل بگیره و ببره به جایی که امروز خانه خداست، در مکه مکرمه، کوههای فاران. حضرت ابراهیم این مادر و این نوزاد رو گرفت و برد به این سرزمین دوردست، سرزمین خشک بی آب و علف، به تعبیر قرآنی واد غیر ذی زرع، این سرزمینی که هیچ توش آب و علفی نبود. اونا رو اونجا تنها رها کرد. آذوقه چندی بود باشون، این آذوقه رو خوردن مادر و پسر و تموم شد، آبشون تموم شد. اینجا کسی نیست، صحرای بی آب و علف. اما ابراهیم میدونست که رحمت و شفقت پدری ابراهیم و رحمت و عشق همسری ابراهیم برای این مادر و پسر بیشتر از رحمت و لطف الهی نیست. اون خدایی که به ابراهیم امر کرده بود که این هجرت رو داشته باشیم. بعد از این مادر در پی آب بود برای بچه گریان. نگاه کرد اونجا یه تپه‌ای بود، تپه صفا. رفت بالای این تپه، این سو اون سو چشم انداخت، هیچ خبری از آب نبود. اون طرف
تپه دیگه، کوه دیگه هست، کوه مروه، برم اونجا. از اونجا مادر یه چشمش به پسر و یک گوشاش به گریه پسر و قلبش خون بر پی آب است برای بچه. دوید رفت روی مروه، خبری از آب نیست. این سو رو نگاه کن، اون سو رو نگاه کن، خبری از آب نیست. باز دوباره دوید اومد روی صفا. تو که الان روی صفا بودی، اینجا که آبی نبود. اما مادر است، مادر دل گداخته. هی از صفا به مروه، از مروه به صفا، 7 بار این میدان رو این مادر دوان دوان طی کرد و چشم و گوشش به بچه‌ای بود که نکنه حیوانی درنده‌ای از جایی پیدا بشه و به اون گزندی برسونه. بعد که دیگر داشت ناامید میشد، اومد پیش فرزندش و رحمت الهی بود که خداوند فرشته‌ای رو فرستاده بود تا بزنه با بالش از زیر پای بچه آب سبز بشه و اون آب همین زمزمی است که امروزه ما داریم اون رو نوش جان میکنیم. این زمزم اسماعیل است، این زمزم اخلاص اون زن هست. عجب حکایتی دارد این خانواده، ابراهیم و اسماعیل و هاجر. عجب حکایتی که تا به روز قیامت مسیرش رو ما چنین داریم. تا به روز قیامت آب زمزمش هست، تا به روز قیامت هروله و سعی بین صفا و مروه هاجری هست، تا به روز قیامت خانه خدا هست. بعد از مدتی این پسر بزرگ شد. حضرت ابراهیم هر چند وقت یه سری بهشون میزد. بعد از مدتی خداوند متعال به حضرت ابراهیم امر کرد که پسرش رو، جگرگوشش رو، اسماعیلش رو سر ببره، برای خدا قربانیش کنه. و از ابراهیم چه انتظار داریم مگر این که بگه لبیک یا ربی. اومد حضرت ابراهیم به پسرش گفت که خداوند متعال به من همچنین امری کرده. شما فکر میکنید جواب پسر چی بود؟ پسر ابراهیم بت شکنه، پسر اسماعیل پدر بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. گفت که بابا اگر خداوند به شما همچین امری کرده، امر پروردگارت رو اجرا کن و خواهی دید که من به یاری خدا صبر میکنم. و نمیدونم از چه تعجب کنم، از این پدر بزرگ یا از این پسر فداکار، از این پسر مؤمن. و چنین شد. حضرت ابراهیم کارد برگرفته پسرش رو آورد تا بر راه خدا، در راه خدا قربانیش کنه و چنین کرد. اما خواست خدا چیز دیگه بود. خداوند متعال یک گوسفندی رو فرستاد تا به جای حضرت اسماعیل ذبح بشه و چنین شد. و ما امروز و تا به روز قیامت به یاد بود این بزرگ حادثه تاریخ، این حادثه‌ای که در تاریخ بی‌نظیره، هر سال مؤمنان در همون روز گوسفندی رو قربانی میکنن و یاد این بزرگ مرد و یاد این فرزند فریخته رو گرامی می‌دارند و نشون میدن که باید در راه خدا از هیچ چیز نباید گذشت و همه چیزمون رو در راه خدا باید قربان کنیم. بعد از مدتی این جوان بزرگ شد و خداوند متعال به پیامبرش دستور داد که برو به جایی که امروز کعبه است، اینجا خانه خدا بود، این خانه رو برپا کن. حضرت ابراهیم اومد به پسرش گفت که باز خداوند به من دستوری داده، میخوام که خانه خدا رو برپا کنم، با من همکاری میکنی؟ گفت بله پدر، چرا که نه. و این دوتا پدر و پسر خانه خدا رو آنچنان که امروز مشاهده میکنیم برپا کردن و این خانه تا به روز قیامت یاد بوده حضرت ابراهیم، این بزرگ مرد تاریخ، ابراهیم بت شکن، ابراهیم طاغوت ستیز و حضرت اسماعیل، این پسر فداکار، این پسر مؤمن و
با تقواست. این گزیده‌ای بود از حکایت حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه السلام. حالا میریم در کلام الله مجید، در کتاب خدای یکتا، یک نگاهی بندازیم از تصاویری که قرآن کریم از این دو پدر و پسر برای ما نقل کردند. عجب حکایتی است در سوره بقره آیه 127 تا 129. در این آیات خداوند متعال برای ما تصویر میکشه چطور این پدر و پسر دارند خانه خدا رو برپا میکنن. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل دارن پایه های خانه خدا رو بالا میبرن. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، بار الها قبول بفرما از ما که تو دانا و علیم و شنوا هستی. عجب است، عجب. دارن خانه خدا رو بنا میکنن و دعا میکنن که بار اله از ما قبول کن. عجب حکایتی است. اینه صفات و سیمای مؤمن. مؤمن در راه خدا همه چیزشو فدا میکنه، باز هم از این دلهوره داره که نبادا اون کاری که میکنه توش ریایی باشه، شکی باشه، توش ضعفی باشه و قبول درگاه منان قرار نگیره. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله. این صفات مؤمنه که انجام میدن اون چیزی که کاری که ازشون خواسته شده، باز هم دلهوره دارند که نکنه که خداوند اون رو قبول نکنه. بعد از این ببینید فضای ساختن خانه رو ببینید که بنای خانه است همش در یک فضای از دعا و مناجات با خدا. ربنا واجعلنا مسلمین لک، بار اله ما را دوتا مسلمون خوب واسه خودت قرار داد. و من ذریتنا امه مسلمه لک، و نوادگان ما رو، بچه های ما رو، همه رو یک امت مسلمون خوبی کن واسه خودت. و ارینا مناسکنا، و ما یاد بده چطور مناسک حجمون رو ادا کنیم. و توب علینا، و از ما در بگذر. انک انت التواب الرحیم، تو توبه پذیر و مهربانی ای خدای ما. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. بار الها در بین اینها پیامبری از بین خودشون انتخاب کن تا بیاد و کتاب تو رو بیاره واسه اینها، به اینها حکمت و دانایی و عقل و اندرز یاد بده و اینها رو تربیت کنه. توی عزیز و حکیم ای پروردگار یکتا. عجب فضایی است، فضای کار و عبادت و فضای مناجات. با هم دارند خانه خدا رو برپا میکنن و همش دعا و مناجات و به ما میگن که شما در هنگام عبادتتون، در هنگام کارهایتون همیشه در یاد خدا باشید. قبل از این آیات ما داشتیم که خداوند متعال میفرمایند که و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، خداوند ابراهیم رو آزمایش هایی کرد و ابراهیم مرد مردونه تونست خودش رو ثابت کنه. بعد از اون خداوند ابراهیم رو امام بشریت قرار داد و ابراهیم بعد از اون بهش امر کرد که خانه رو، محیط رو آماده کنن برای کسایی که میان برای طواف و برای عبادت خداوند متعال. و ابراهیم بود که دعا میکرد و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدای این سرزمین رو آمن قرار بده و کسایی که در اینجا زندگی میکنن اینها رو رزق و روزی بده و اینها رو سعادت و خوشبختی بده. این یک تصویری است از این ماجرا و تصویری دیگر رو داریم از اون آزمایش بزرگ، آزمایشی که تاریخ رو تکون داد، آزمایش پدر پیری که داره تنها پسر و جگرگوشه‌شو، پسری که سالیان سال انتظارش رو داشت و دعا میکرد که خداوند به اون این پسر رو بده، الان امر شده به این پدر که این پسر رو قربانی کنه. در سوره الصافات آیه 99 به بعد ما داریم رب هب لی من الصالحین. حضرت ابراهیم هی دعا میکرد که خدایا بار الها به من فرزند صالحی بده. فبشرناه بغلام حلیم، ما اون رو بچه بردباری رو عطا کردیم.
فلما بلغ معه السعی، وقتی که پسر جون گرفت و نوجوان شد، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، پسرم من در خواب دیدم که تو رو باید ذبح کنم. خواب پیامبران وحی الهی است. فانظر ماذا ترى، تو چه رأی تو چیه؟ تو چی میگی؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، پدرم انجام بده اون چیزی رو که خداوند از تو خواسته. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، بیاری خدا منو صبور و بردبار خواهی یافت. عجب خانواده است، عجب پدری، عجب پسری، عجب ایمانی. فلما اسلم و تله الجلجبین، رفتن اونجا که ذبحش کنه، پسر رو انداخت، چاقو رو کشید روی گردنش و نادیناه ان یا ابراهیم، ابراهیم دست نگهدار، قد صدقت الرؤیا، آفرین بر تو، وحی الهی رو تو وظیفت رو انجام دادی. ان کذلک نجزی المحسنین، این چیزیه که ما از محسنان میخوایم و به این چیز ما اونا رو پاداش خواهیم داد. ان هذا لهو البلاء المبین، این آزمایش آشکاری بود و اینجا بود که و فدیناه بذبح عظیم، خداوند یک گوسفند چاق و چله‌ای رو فرستاد برای حضرت ابراهیم که این قوشو قربانیش کن. و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم بزرگ، ابراهیمی که در این آزمایش پیروز شد و یک مثالی از ایمان و مرد مؤمن و مرد با خدا رو واسه بشریت تصویر کرد. ابراهیمی که دنیا و بشر تا به روز قیامت بدون افتخار میکنن. این پدر و پسر ابراهیم و اسماعیل برای بشریت چه درسها که نگذاشتن. پدر فرسوده‌ای که در این آخر عمر نیاز به پسرش داره، میخواد عصای دستش باشه، دستور میاد که پسرت رو ذبح کن. این پسر نوجوان دست پرورده مکتب ابراهیمی، نوجوانی که در دامن هاجر بزرگ شده، میگه لبیک پدرم، اون چیزی که خدا بهت امر کرده اون رو انجام بده. بله، مایی که میخوایم ابراهیمی زندگی کنیم، مایی که میخوایم چون اسماعیل باشیم، باید یاد بگیریم که ما هم لازمه که اسماعیلمون رو در راه خدا ذبح کنیم. اسماعیل ما چیه؟ اون چیزی که پیش ما از همه دنیا عزیزتره؟ مال، ثروت، حساب بانکی است، فرزند، ماشین و زندگی است، خونه است، کار، همسر، هرچی هست باید اون رو در راه خدا قربان کنیم. باید به خدا نشون بدیم که خدا و رسولش پیش ما عزیزترند از همه چیز، از مال و زندگی و فرزند و همه چیز. هیچ چیز باعث نمیشه که ما در راه خدا، در راه رسیدن به رضایت الهی کم بیاریم. هیچ چیزی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. همون آیه زیبایی که ما در سوره توبه آیه 24 داشتیم که خداوند متعال چطور به ما میگه که باید در نزد مؤمن خداوند از هر چیزی عزیزتر و محبوبتر باشه، رسول خدا از همه چیز برای قلبت نزدیکتر باشه، تلاش در راه خدا، جهاد در راه خدا پیشت از هر چیزی دیگه باید عزیزتر باشه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، بگو که اگر فرزندانتون، پدرانتون، نیاکانتون، همسرانتون، ایل و تبارتون و اموال اقترفتموها، مال و ثروتی که جمع کردید،
یا تجارتی که میترسید کساد بشه، یا خونه و قصر و زندگی که به پا کردید، اگر همه اینها نزد شما احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا اینها واسه شما عزیزترن، فتربصوا، منتظر باشید حتی یأتی الله بامر، تا که خداوند عذابش رو بر شما نازل کنه. شما فاسقید و خداوند فاسقان رو دوست نداره و اونها رو هدایت و راهنمایی نمیکنه. این درس بزرگ ابراهیمی و درس بزرگ اسماعیلی اینه که ای مؤمن، وقتی که فرمان خدا میاد بگو لبیک. فرمان برداری و اطاعت از فرمان خدا هرچند هم واسه دلمون واسه قلبمون سخت نمایان بشیم. بله سخته که 5 وقت بلند شیم نماز جماعت بخونیم، سخته که سر صبح زود از خوابمون بگذریم و بریم مسجد واسه نماز جماعت. اما باید اسماعیلی بود، باید چون اسماعیل بود الگو باشه واسه نوجوانای ما، واسه جوانای ما، واسه مردای ما. اسماعیل الگو باشه ابراهیم که وقتی فرمان خدا میاد میگه لبیک. عزیز جان، باید از همه چیز بگذری برای رسیدن به رضایت الهی. اون خانومایی که وقتی خدا بهشون دستور میده که حجابشون رو رعایت کنن، میان همه حجابو داره. من تعجب میکنم از برخی از دخترامون، همه حجابش 20، اما یه مثل خروسا یا مثل بوقلمونا شکلشو رنگی میکنه یا موشو بیاد بیرون و یه شکلکایی میکنه. یعنی با یک کوچکترین حرکتی این عبادت رو ضایع میکنه. شما وقتی که حجاب تو دارید، شما دارید اسماعیل وار حرکت میکنید، به پیام پروردگارت گفتی لبیک. اما وقتی که یک مقداری از این عبادت رو خرابش میکنی، کلا این عبادت رو ضایع کردی. مثل اون کسی که مثلا بیاد سر صبح بلند شه، بیاد بره مسجد نماز بخونه اما بدون وضو، همه زحمتشو کشید، با یک چیز کوچیکی همه شو به باد داد. پس این یه درس دیگه ای که ما از ابراهیم و اسماعیل میگیریم و درس دیگه اینه که زندگی صحنه آزمایش است. خداوند هر کس رو آزمایش میکنه. آزمایش به فقر میشه، به ناداری میشه، به بیماری میشه، به مشکلات میشه، به ثروت و دارایی میتونه باشه، به کار و زندگی میتونه باشه، به بچه، به هر سویی که مشکلی پیش میاد، موردی پیش میاد یا رحمت و نعمتی پیش میاد. همه اینها آزمایش الهی است تا ما نشون بدیم به پروردگارمون که چند مرده حلاجیم، واقعا مردیم، واقعا قدر نعمت رو شناختیم، واقعا خدامون رو درک کردیم و شناختیم و در راه خدا از همه چیزمون میگذریم، صبر داریم، استقامت داریم، بردباری داریم، یا نه خودمون رو میبازیم و صفر میشیم و مردود میشیم. از خانه اسماعیل ما یه درس دیگه هم میگیریم و اون اینه که حضرت اسماعیل در پی تربیت خانه و خانوادهش بود. از جمله اوصافی که قرآن کریم برای اسماعیل ذکر میکنه در سوره مریم آیه 55 و کان یأمر اهله بالصلاة والزکات، خانوادهشو به نماز و زکات امر میکرد، تربیتشون میکرد. باید یه پدر همیشه در این فکر باشه، یه خواهر بزرگتر، یه برادر بزرگتر، خانواده، عمو، همه باید در فکر ساختن آیندگان باشیم، ساختن خانواده، اهتمام دادن به دخترها، پسرها، همسرها، خویشان، همه اینها رو به طرف خدا بخواهیم. پیامبر خدا وقتی که برانگیخته شد، خداوند اولین بار که اون رو برای بشریت فرستاد بهشون امر کرد و انذر عشیرتک الاقربین، اول قبل از همه خانواده‌تو بیم بده، خویشاتو بیم بده، خویشاتو به طرف راه راست بیار، خویشاتو دعوت کن، اونا رو بساز. این
باید مد نظر هر شخص باشه. شما هر که هستید، پدرید، مادرید، خواهر بزرگترید، عمویید، خاله‌اید، برادر بزرگترید، کوچکترید، هر که هستید، عقل دارید، شعور دارید، فهم دارید، دین رو فهمیدید، اصلاح رو فهمیدید، خوبی رو فهمیدید، باید این خوبی رو در محیط فامیلتون منتشر کنید. این خوبی رو در جامعهتون منتشر کنید. به فکر اصلاح جامعه، خانواده، خیشان و همه باشین. البته نباید خانواده باعث بشن که شما خدایی ناکرده از راه خدا به در روید. نباید خانواده و خیشان باعث شن که شما خدایی نکرده برای رسیدن رضایت اونها، برای جلب توجه اونها، خداتون رو از خودتون ناراحت کنید. در سوره تحریم خداوند متعال به ما گفت که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنان خانواده هاتون، خودتون رو از آتش جهنم برهانید. این آتشی که هیزمش سنگ ها و مردمان ظالم و ستمگر و کافرها هستند. پس باید از جهنم فرار کرد همراه خانواده هامون و این نشه که اونها ما رو بکشن به سوی جهنم که در اون وقت اونها دشمنای ما هستند. همونطور که در آیه 14 سوره تغابن داریم یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، ای مؤمنان چه بسا از خانم ها و همسرای شما و بچه های شما دشمنای شما هستند. فاحذروهم، از اونها دوری کنید و بترسید از این که خدای ناکرده بچه هاتون، خانواده هاتون باعث بشن که شما نافرمانی پروردگار بکنید. پس بیایید از ابراهیم و اسماعیل بزرگ درس بگیریم که در راه خدا ثابت قدم باشیم، پایدار باشیم، نیرومند باشیم، به دستورات خداوند متعال لبیک بگیم و مردونه اونا رو اجرا کنیم. اون وقت خداوند برای ما همونطور که برای ابراهیم بزرگ ذکر خیری در جهان به یادگار گذاشت، از ما هم ذکر خیری در جهان به یادگار خواهد ماند. به امید اینکه ابراهیمی زندگی رو سپری کنیم. همه شما رو به خدای منان میسپارم.